بسم الله الرحمن الرحیم. در خدمت سرکار خانم شیروی بزرگوار هستیم، عضو محترم شورای اسلامی خمینی شهر. متوجه شدیم که ایشان با توجه به حالا مشغله‌ای که پیدا کردن و فرزند عزیزشون تشریف میارن داخل صحن شورا و جلسات رو به صورت مستمر شرکت میکنند و این موضوع محدودیت براشون ایجاد نکرده و ما از این بابت خیلی خوشحال شدیم از این قضیه. حالا در خدمت ایشون هستیم. اگر صحبت خانم شیروی، این بحث هم بحث تشویق فرزند آوری هست و اینکه هیچ محدودیتی هیچ مادری نداره به خاطر اینکه بخواد بچه دار بشه و کار خودش رو ادامه بده. بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. من سلام عرض کنم خدمت جناب عالی و بله کاملا من در این صحبت موافق هستم. هم یک وظیفه هست بحث فرزند آوری و همین که حالا خدا را شکر توفیق داشتیم که 9 ماه بارداری رو هم کامل هم در جلسات شرکت کردیم، هم بحث بازدیدها و مواردی که مربوط به وظیفه بنده در خدمت رسانی به مردم بود رو انجام دادم و انشاءالله مصر هستم که در ادامه کار هم در واقع تمام توان و تلاش خودم رو انجام بدم و وظیفه ذاتی خودمون رو عمل میکنم. الان بچه‌تون چند وقتش هست؟ الان 20 روزشه. جلسه قبلی که تشریف داشتی چند روزش بود؟ گذشته جلسات شروع رو شروع کردم دوباره و در طول در واقع 9 ماه بارداری و بعد از زایمان کلا من 3 جلسه مرخص رفتم. از مرخص زایمان هم استفاده نکرد؟ نه، مرخص زایمان هم دارم ولی خب استفاده نکردم. بسیار سپاسگزارم.